السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیز و مهربان، موضوع ما و شما درباره فضیلت قرآن عظیم شان و عمل کردن بر قرآن عظیم شان بود. مقصد هر یک مسلمان موحد باید چیکار کنه؟ توانایی خودش در برابر قرآن، عمل خودش، روانی خودش، کوشش خودش باید که طبق قرآن عظیم شان چیکار کنه؟ بیان کنه. چگونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید، حضرت عمر رضی الله عنه روایت میکند، میگه الله متعال با واسطه این قرآن بعضی بگیم گروه ها را، بعضی انسان ها را فضیلت میده و بعضی انسان ها را خوار میکنه. مقصد این حدیث دلالت به این میکند برادران اهل اسلام، این که این هر کس قدر قرآن داشت و با قرآن عمل کرد و او را در زندگیش گرفت، الله این گروه انسان ها را چکار میکنه؟ عزت میده. و هر کس قرآن پایمال کرد و قدر قرآن ندونست و قرآن با یک بگیم برای گوشن گرفتن در یک جا نهادن که برای خود اختیار کرد و با او عمل نکرد، این گونه انسان ها را قرآن خوار میکنه. به این خاطر کوشش کنی که هر چیزی را که قدرش نتونستی با او عمل نکردی و او را در زندگیت که نگرفتی، او با تو خواری میاره. چگونه که هر انسان وقتی که چشم بینا داشته باشه به قدر او چشم نمیرسه، وقتی که خداوند او چشم را او بگیره. پیش انسان کور بره، بعدا برای چشم گبزه اشکاش جاری میشه، قدر چشم آدمی کور میدونه. و قدر قرآن هم انسان مسلمان واقعی میدونه. به این خاطر کوشش کنه که قدر قرآن هم بدونه پیش از این که الله خواری را برای من شما بیاره. پیامبر گرامی اسلام میگه قرآن در زندگی تو دستور عمل بگیره و او را تکرار کنه، بگیره که او از انسان چگونه که شیطان از صاحبش میگریزه. انسان وقتی قرآن که واگذاشت، مقصد تکرارش نکرد، عمل که نکرد، از انسان دور میشه قرآن. به این خاطر مستحکم قرآن بقه رسول الله صلی الله علیه و میگه. به این خاطر خوب توجه کنید برادران، قرآن چه یک محبت، یک رحمتی هست که در همه واسطه های زندگی گپ میزنه. نگاه که در چقدر جاهای قرآن خداوند از دوزخ گپ زده است، در چقدر جای زیادی از قرآن درباره جنت گپ زده است، درباره نعمتاش گپ زده است، درباره انسانیت گپ زده است، درباره کار و بار زندگی من تو گپ زده است، درباره زن شوهری گپ زده است، درباره علم و ادب و احترام گپ زده است، درباره اهل کتاب گپ زده است، اهل مسلمین گپ زده است، درباره صلاح و پیشوایی گپ زده است. همه باره انسانیت، تقدیر انسانیت نگاه کن چه خداوند مرحله به مرحله نازل کردگی که هر انسان براحتی میتونه او را چیکار کنه؟ فهم کنه، وقتی که اگر گوش کنه. به خاطر کوشش کنه برادران، هر کجا که باشه، هر اینترنت داره، همون علمایی که قرآن تفسیر میکنن با محبت گوش کنه، اندک سم بفهمه دگرگونی در زندگی تو میشه. در دنیای غرب دارن، کفار دارن، میرن قرآن از علمایی که اهل دین هستن از اونها میآموزن، نه برای مسلمان شدن، برای علم دینیش پیش بردن. اما مسلمان داریم خور شدیم. قرآن برای گذاشتن در بالای سر گهواره گودک نیست یا بر بالای شکف نیست. قرآن برای نازل نشده است. قرآن نازل شده که انسانیت باید بفهمه انسان ای چی پیدا شده، باید انسان چیکار کنه در دنیا. به این خاطر کوشش کنه که همین قرآن برای خودت در زندگی تو بگیره که فرد روز قیامت قرآن بالای من تو چیکار کنه؟ شفاعتگر باشه، شکایت کنه نباشه. از یک انسان در دنیا به من تو اندک کمک کنه تو چند قرار با او رحمت میگیم. اگر در هر جا که نامش ذکر کنیم میگیم خدا رحمت کنه انسان خوب بود. نه که قرآن فرد روز قیامت که هیچ که بداد منو میرسه، نه پدر، نه مادر، نه خواهر، نه فرزند، هیچ که بداد منو میرسه. نه که قرآن پیش الله میره شکایت میکنه که الله این بنده را چیکار که شفاعت که این وقتی خواب داشت، خواب شامونده من تلاوت کرد، با محبت میخوند، با اشک دیده من تلاوت میکرد، من که کلام تا هستم، یا الله این بنده تا شفاعت که. آیا نمیخوای برای خود در روز قیامت یک کمکگر برای خودت اختیار کنی؟ به این خاطر برادران بیدار شه، در هر کجا که باشه با محبت قرآن نظر کنه، بخونه و گوش کنه که الله به شما چی میگه. الله با من تو گپ زیسه، زندگی من تو را گفته ایسه. از الله متعال خواهانی و هستم که همه ما و شما را زندگی ما با قرآن خدای مهربان موفق بگرداند. آمین.